از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس در حالی که به خدا چیزی یا کسی را شریک نآورده باشد او را ملاقات کند وارد بهشت می شود و هر کس در حال با خدا ملاقات کند که به او چیزی یا کسی را شریک قرار داده است وارد دوزخ می شود. روایت بخاری و مسلم. یعنی غیر از الله تعالی کسی یا چیز دیگری را معین و مددگار، رزق دهنده، حاضر و ناظر، مدبر کائنات و غیره اعتقاد کند و با همین عقیده از دنیا درگذرد داخل دوزخ می شود. در اسلام شرک در برابر توحید قرار دارد. معنی توحید الله تعالی را یکتا و یگانه اعتقاد کردن است و مفهوم شرک اعتقاد داشتن به چند خدایی، یعنی اعتقاد داشتن به وجود چند خدا یا فرض نمودن شریک برای خدای تعالی است. شرک واژه عربی است که از سه حرف، یعنی حرف شین، حرف را و حرف کاف به معنی شریک بودن تشکیل شده است. شرک تنها گناه نابخشودنی در قرآن عنوان شده است. خداوند تعالی می فرماید: استعیذ بالله ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. سوره نساء آیه 48. یعنی الله شرک به خود را نمی بخشد و گناهان دیگر غیر از آن را برای هر کی بخواهد می بخشد. آن که برای الله شریک قرار می دهد گناه بسیار عظیمی مرتکب شده است. برادران و خواهران عزیز، شرک به خدا که گناه نابخشودنی باشد، پس چرا ما دنبال آن نیستیم که عقیده خود را صحیح کنیم؟ چرا از عالمان مسائل اعتقادی را نمی پرسیم و عقیده خود را درست و صحیح نمی کنیم؟ ما بر خود ظلم بزرگی می کنیم که نه می دانیم و نه دانستن می خواهیم و نه عالمان را گوش می کنیم. مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء